امام احد واحد است. امام یگانه روزگار است. امام واحد دهر خودشه، تکه. امام یگانه روزگار است، احد و واحد است، تک و بی نظیر است. احد و واحد است، تک و بی نظیر است. احد و واحد است، تک و بی نظیر است. هیچ کسی قابل قیاس با امام نیست. واحد و دهره. مقام او در یک سعه مقامی و عظمت وجودی است که لا یدانیه احد. هیچ کس به اون مقام نمیتونه برسه. نمیتوان برای او مثل یا مثل یا نظیر یا شبیه معین کرد. هیچ کسی را نمیتوان با او مقایسه کرد. او رو نمیشود با هیچ کسی مقایسه کرد. هیچ مثلی برای او وجود نداره. بیننده گرامی، احد واحد یعنی اول بی همتا که کسی قبل از او نبوده و هیچ کس قابل مقایسه با او نیست و در کل عالم فقط یک ذاتی است که می تواند احد واحد یا همان اول بی همتا باشد و امکان ندارد که دو و یا چند نفر در این صفت شریک شوند و این صفت مختص الله متعال است که اول است و ما قبلی ندارد و بی همتاست و مانندی ندارد. الله متعال در وصف خویش می فرماید: قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بگو الله یگانه یکتاست. الله سرور و والا و برآورنده امیدها و برطرف کننده نیازها است. نه فرزند زاده و نه زاده شده است و کسی همتا و همگون او نمی باشد. و نیز می فرماید: لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هیچ چیزی همانند او نیست و او شنوای بیناست. اما در مقابل این آیات واضح قرآن کریم، این آخوند رافضی مشرک میگوید امام یگانه، واحد و احد و یکتای بی همتاست. این نتیجه غلو و زیاده روی در عقیده امامتی است که هیچ نام و نشانی از آن در قرآن کریم وجود ندارد. فقط همین باقی مانده است که صراحتاً بگویند امام یعنی الله متعال، زیرا تمام صفات و ویژگی هایی که مختص الله متعال هست و کسی با او شریک نیست را به امام نسبت می دهند و چنین اعتقادی کفر آشکار است. خدا 14 تا خدا مثل خودش خلق کرده که مثل او است. خدا 14 تا خدا مثل خودش خلق کرده که مثل او است. فقط یه فرق با خدا دارن، اونا خدا نیست، مخلوق خدان، چون خدا خلقشون کرده. و الا حسین ابن علی یعنی علم، یعنی حسین و علم. حسین ابن علی یعنی تمام علم و قدرت و احاطه و سلطنت و ولایت الهیه که در نظام خلقت جاری. الله متعال
درباره این افراد می‌فرماید: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بگو آیا نگریسته اید به آنچه که به جای الله به دعا می‌خوانید؟ به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریده اند یا اینکه در آفرینش آسمان‌ها مشارکتی داشته اند؟ اگر راست گویید کتابی پیش از این یا بازمانده‌ای از دانش گذشتگان را برای من بیاورید. و کیست گمراه تر از کسی که به جای الله کسی را به دعا بخواند که تا روز قیامت دعای او را اجابت نکند و آنان از دعایشان بیخبرند. و هنگامی که مردم گرد آورده شوند آنها دشمن اینان خواهند بود و عبادتشان را منکر می شوند و نمی پذیرند.